آقا شما ما رو محاصره کردید داداش. من قطعت نکردم. الو بفرمایید، در خدمتتون. درود بر شما جناب داور، حالتون خوبه؟ درود بر شما جناب علی قربان. اسم مستعارتون؟ کوچیکتم پلنگم داور جون. پلنگ خالی که خیلی پلنگ داریم. پلنگ چی؟ من پلنگ بنفشم داور جون. پلنگ بنفش، در خدمتم. پلنگ بنفش خوبی داور جون. من پیرو تماسای قبلی حضرت ملا بهم دستور داده، میخوام ترتیب تو بدم. ای والا مرد باش خط نکنی ها. ببین مرد باش خط نکن. آقا شما با هم دیگه صحبت کنیم. شما اگه نمیخوای ترتیب بدی، هر وقت روبرو شدیم ترتیب بده دیگه. خب ببین مرد باش خط نکن. آقا دیگه مردی که تو اون پشت قائم شدی، من میگم اگه تو تروریستی یا ترتیب بده ای، هر وقت روبرو شدیم ببینیم میتونی ترتیب بدی یا نه، بهت جایزه میدیم. اون که حله، ولی جواب این یه سوالمو بده. ببین مولا میگه تو خواهی نداری به رو به جنگی. میگه زمانی که توی تلویزیون هم بودی دو بار بهت گفته بیا با هم دیگه کشتی بگیریم، خواهی نکردی باز کشتی بگیری. راست میگه یا دروغ میگه؟ دروغ میگه. مولا میگه. خب دیگه داری زهر زیادی میزه. آره دیگه دروغ میگه. همچین چیزی. آخه یکی که اون تازه در موقعی که تو تلویزیون بود فقط دستمال من بود، به خاطر اینکه بهش طاعت و نمیدونم فلان خیلی چیزای مجانی دارم. من این مولا رو مولا کردم که این دستم بسوزه. من خیلی آدمه. من این اولا که علت این که من این مولا رو مولا کردم نه اینکه سر مجانی نبود، بلکه معنی این بود که اینو من بر علیه این شیعیان زنازاده آنوسی تجهیزش کردم. اگر نه اینو چی میگن پهم بارش نمی کردن که. این خیال میکنم مثلا ما اپاش کو اومدیم. نه این اونطوری من برای کشورم و وطنم این کارو کردم که این برای بله بفهمید. درود